قلب خط دفاعی پرسپولیس یعنی کنانی زادگان بازی میکنه. سروش رفیعی، یه پاس رو به جلو، فرصت هست برای پرسپولیس و گل. اولین گل فصل رو چه کسی میزنه؟ علی نعمتی، بازیکنی که تو آخرین بازی فصل گذشته مقابل نساجی گل زده بود برای پرسپولیسیا. یه شروع خیلی خوب برای تیم یحیی. علی نعمتی بازم یه گل حساس رو میزنه برای تیمش. انگار با وجودش تو سمت چپ خط دفاعی پرسپولیس اونا نیازی به یه بازیکن تخصصی تو این پست ندارن. علی نعمتی اولین گل فصل رو میزنه برای پرسپولیس. پاس رو به جلوی عالی از سروش رفیعی، خروج احمد گوهری و به این شکل توپو چسبون به طول دروازه آلومینیوم. و البته از نماهای بالا میتونیم ببینیم که آفساید بوده یا نه، یه مقدار مشکوک بود. به هر حال نفوذ علی نعمتی